ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم. ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی هستش، یعنی برای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی تعبیه شده. تا مبلغ 200 میلیون تومان با 15%، از مبلغ 200 تا 400 میلیون تومان با ضریب 20% و از مبلغ 400 میلیون تومان به بالا با ضریب 25% محاسبه میشه. به فرض مثال فروش یک شخص حقیقی تو سال 1403 با فرض اینکه اینتا کد یا ضریب سود شغلی طرف 9% باشه، چون برای هر شغلی ضریب سود شغلی یا همون اینتا کد متفاوت هستش و معافیت سالانه ماده 101 قانون مالیات مستقیم برای سال 1403 مبلغ 100 میلیون تومان هستش که این مبلغ معافیت هم از طرف سازمان هر ساله مشخص میشه. با فرض مثال فروش سالانه یک شخص به مبلغ 4 میلیارد تومان هستش. این 4 میلیارد تومان رو ضرب در ضریب سود شغلی یا همون اینتا کدش میکنیم که 9% هستش، یعنی 4 میلیارد ضرب در 9% 360 میلیون سود مشخص شده از طرف سازمان هستش که این 360 میلیون رو میاریم منهای ماده 101 قانون مالیات مستقیم که برای سال 1403 100 میلیون تومان هستش محاسبه میکنیم که 260 میلیون موند. 260 میلیون رو میاریم برای ماده 131 که 200 میلیون اول با 15%، 60 میلیون مابقی با 20% محاسب میشه که مالیات متعلق طرف 42 میلیون تومان میشه. خب در صورتی که مبلغ فروش سالانه 8 میلیارد تومان باشه، 8 میلیارد رو ما میاریم به اینتا کد یعنی ضریب سود شغلی 9%، 8 میلیارد ضرب در 9% 720 میلیون سود که 720 میلیون رو منهای ماده 101 قانون مالیات مستقیم میکنیم، یعنی 100 میلیون میکنیم، میمونه 620 میلیون. 200 میلیون اول با 15%، 200 میلیون دوم با 20% و باقی مانده که 220 میلیون میشه اونو با ضریب 25% محاسبه میکنیم. یه 30 میلیون، یه 40 میلیون، یه 55 میلیون که جمع اینا میشه مالیات متعلقه برای شغلی که با اینتا کد 9% هستش.